فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آیا استفراغ کردن روزه رو باطل میکنه؟ استفراغ اگر عمدی باشه روزه رو باطل میکنه، اما اگر بدون اختیار باشه روزه رو باطل نمیکنه و در این صورت روزه صحیح است. و حدیثی در این مورد از رسول الله صلی الله علیه و آله به صراحت اینو بیان کرده که هر کسی که استفراغ کرد روزش درسته و هر کسی که به زور به اصطلاح مجبور کرد خودش رو استفراغ بکنه و عمدی بود در اون صورت به اصطلاح روزش شکسته و یک روز باید قضا بیاره.